آمدن به یک کشور جدید می تواند کمی با مشکلات همراه باشد. بسیاری کارها به صورت متفاوت انجام داده می شود که یاد گرفتن آن کارها مشکل به نظر می رسد. ولی خوشبختانه برای تازه واردین در کانادا دفاتر دولتی و مراکز خدمات اجتماعی بسیار موجود است که بالکل مجانی است. این ویدیو در مورد یک از خدمات بسیار مشهور مجانی یعنی کتابخانه عامه می باشد. در چند هفته اول بسیاری از تازه واردین برای گرفتن معلومات فیلم، سی دی، دسترسی به کامپیوتر و گرفتن کتاب برای اطفالشان به کتابخانه می آید. والدین همچنان در مورد اینکه کتابخانه چه خدمات مهمی را برای موفقیت طفلشان در مکتب انجام می دهد معلومات حاصل می کنند. یقینا یکی از بهترین نکات در مورد کتابخانه این است که عضو شدن کتابخانه برای همه رایگان و مجانی است. تنها چیزی که ضرورت دارید این است که به کتابخانه بیایید، یکی از اسناد هویت تان را نشان دهید و کارت کتابخانه تان را به دست دارید. این جای ثبت نام است. سلام، صبح بخیر. سلام. خوش آمدید. تشکر. چی کده میتونم؟ من و دخترم کارت کتابخانه می خواهیم بگیریم. بسیار خوب. لطفاً اسنادتان، امرای نام و آدرستان بتین. لایسنس موتر درست است؟ برای به دست آوردن کارت کتابخانه شما به یک قطعه سند رسمی هویت مانند اسناد ایمیگریشن تان ضرورت دارید و همچنین به سندی که دارای آدرس باشد مانند ورق ماهانه بانک، قرارداد خانه، لایسنس موتر یا بل آب و برق. مسئول کتابخانه کارت عضویت تان را در اثنایی که شما منتظر هستید برایتان تهیه می کند تا شما بتوانید در همان روز از کتابخانه مواد بگیرید. این هم کارتتان. این قلم. ایره امضا کنین. شما هم کارت میخواین؟ بسیار خوب. نامتان چطور نوشته میکنین؟ چقدر نام مقبول. سلام، یافتین همه چیزه؟ بله، کلکسیون خوبی دارید. خوش شدم. من اینا رو میتونم ثبت کنم؟ لطفاً کارتتان رو بدین که من ثبت کنم. و یادتان نره که کتاب با وقتش برسانین. تحویل اشیاء به تاریخ مقرریش بسیار مهم است. این تاریخ در کاغذی که وقت ثبت کردن کتاب ها برایتان داده می شود نوشته شده است. در صورت تأخیر باید یک کم جریمه کوچک بپردازید. پروای، شما کارتتان دارین؟ تشکر. همه چیز یافتین؟ بسیار خوب. کتابای درباره گنجشگاه را یافتی؟ بسیار خوب. و شما خواهید دید که کتابخانه علاوه بر کتاب ها مواد دیگر هم دارد. یکی از لذت بخشترین آنها قصه خوانی است. قصه خوانی در آماده کردن اطفال برای مکتب کمک میکند. متوجه اطلاعیه های باشید که در آنها تاریخ و وقت قصه خوانی در کتابخانه تا نوشته شده است. هر کس می تواند بیاید، ولی چون که این پروگرام مورد علاقه بسیاری از مردم است باید قبلا ثبت نام کنید. سلام به همه. به صنف قصه خوانی خوش آمدید. نام من جوینا است و من کتابدار بخش اطفال کتابخانه هستم. ما امروز از کتاب بانیارد بنت استفاده می کنیم که صدای تمام حیوانات را دارد. آیا کدام یکتان در قسمت صدای حیوانات امرای ما کمک می کنید؟ Okay. Crickets in the stone wall. Chirp, chirp, chirp. And the peacock goes shriek, shriek, shriek. Roosters in the barnyard. Cock-a-doodle-doo. Cluck, cluck, cluck. Pigs in the wallow. Muck, muck, muck. But where's Goose? Yes, on the pig, on the pig. Over here? Pigeons in the rafters. Coo, coo, coo. Oh, good pigeons here. Frogs in the farm pond. Burp, burp, burp. But where's Goose? There's Goose. What does Goose say? Honk, honk, honk. And there's Goose with its butterfly. قصه خوانی باعث تشویق اطفال به مطالعه می شود و در این مورد مسئول کتابخانه می تواند همراهتان در یافتن کتاب‌های خاص کمک نماید. من معلومات میپالم درباره مسلک. میتونید مرا کمک کنین؟ بله، من شما را به لیو که کتابدار کتابخانه و متخصص در بخش مشاغل است معرفی میکنم. خب باشد که من برایتان کلکسیون مشاغل را نشان دهم.
کتابخانه ها در مورد موضوعات کار و مشاغل معلومات دارند. شما می توانید در قسمت تهیه کردن رزومه، آمادگی برای مصاحبه و مسلک ها و حرفه های مشخص معلومات به دست آورید. مسئولین کتابخانه با علاقمندی با شما در دریافت معلومات مورد نظر همکاری خواهند کرد. به همین ترتیب کتابدار با اطفال در قسمت کارهای مکتبشان کمک میکند و کتابخانه پروگرام های خاصی در تابستان دارد تا به مطالعه در تابستان هم ادامه دهند.